سلام، من میرآرمان عجمانی ام، جامعه شناس و پژوهشگر توسعه. خب در ادامه مجموعه ویدیوهای داستان که انقلاب، امروز قصد دارم به سراغ بررسی ایده ها و نظرات فرامرز رفیعپور، یکی از مشهورترین جامعه شناسان ایرانی برم. رفیعپور که تحصیلات خودش رو تا مقطع دکترا در دانشگاه‌های آلمان به سر برده، یکی از معروفترین و مشهورترین جامعه شناسان 3 دهه اخیر ایرانه. رفیعپور کتاب‌های زیادی رو تا به امروز به چاپ رسونده، اما اون کتابی که ما می‌خوایم تمرکز بیشتری روش داشته باشیم کتاب توسعه و تضاد فرامرز رفیعپوره، کتابی که توسط نشر دانشگاه شهید بهشتی به چاپ رسیده. رفیعپور در این کتاب تلاش کرده که با رویکردی ترکیبی تلفیقی با بررسی مسائل ساختاری، فرهنگی، روانشناختی و سایر مسائل دیگه و جنبه‌های مختلف بررسی دلایل وقوع انقلاب 57 در ایران بپردازه. البته رفیعپور در این کتاب علاوه بر تحولات انقلاب 57، تحولات بعد از اون تا دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی و دولت سازندگی رو هم بررسی کرده. اما از اونجایی که ما صرفا می‌خوایم به تحولات مربوط به انقلاب 57 بپردازیم، روی اون بخش‌هایی از کتاب تمرکز می‌کنیم که مربوط به این رخداد تاریخی باشه. فرضیه و یا اون سوال اصلی که فرامرز رفیعپور توی این کتاب دنبال میکنه مربوط به سیاست‌های نوسازی رژیم شاهه. سوال اصلی که فرامرز رفیعپور میپرسه اینه که سیاست‌های نوسازی رژیم شاه چه تأثیری بر وقوع انقلاب 57 داشته و از خلال این سوال هم به این فرضیه میرسه که به نظر میرسه همین سیاست‌های نوسازی بوده که منجر به وقوع انقلاب شده و در ادامه کتاب تلاش میکنه که شواهد و مدارک کافی رو برای رد و یا تایید این فرضیه به کار بگیره. برای همین به سراغ اطلاعات آماری، داده‌های ثانویه و منابع کتابخونه‌ای رفته و حتی جاهایی از کتاب به مشاهدات شخصی خودش از انقلاب 57 هم اشاره کرده تا مجموعه‌ای از اطلاعات و داده‌های مناسب و متناسب با این موضوع رو گردآوری کنه. همونطور که در قسمت روش شناسی این کتاب گفتم، فرامرز رفیعپور به عوامل و ابعاد مختلف این ماجرا پرداخته و تلاش کرده دریچه دیدهای متفاوت و مختلفی به دلایل انقلاب 57 بپردازه. یکی از اونها چرایی شکلگیری شکاف طبقاتی در ایران. فرامرز رفیعپور معتقده که مدرنیزاسیونی که در دوران حکومت شاه انجام شد یا همون نوسازی نقش مهمی در ایجاد شکاف‌های طبقاتی در جامعه ایران داشت و اساساً نابرابری‌های اجتماعی اون بره از جامعه ایران رو محصول همین مدرنیزاسیون میدونه. تا اینجا به نظر میرسه که این ایده فرامرز رفیعپور در بین سایر پژوهشگران یا سایر اندیشمندانی که روی انقلاب 57 کار کردن ایده پرتکراریه. اما اون چیزی که ایده فرامرز رفیعپور رو متفاوت نسبت به دیگران میکنه اینه که رفیعپور معتقده که صرفاً ایجاد نابرابری نیست که توی این بره اهمیت داره، بلکه ایجاد ادراک از نابرابری یا به بیان بهتر بیشتر شدن درک مردم از میزان نابرابری بین طبقات مختلف جزء عوامل اصلی و مهم رخ دادن انقلاب 57 بوده. رفیعپور معتقد تا قبل از مدرنیزاسیون حکومت شاه جامعه به 2 طبقه فقیر و غنی تقسیم می شده. فقرا که اکثریت جامعه را تشکیل میدادن خودشون خیلی درک زیادی از میزان نابرابری که با اغنیا دارن نداشتن و به نوعی این رو یک نوع نگاه ذات‌گرایانه میدیدن و جز تقدیر خودشون تلقی میکردن و اینقدر فاصله بین فقرا و اغنیا زیاد و این شکاف بزرگ بود که اساسا کسی خیلی انتظار این رو نداشت که روزی بتونه مثل اغنیای جامعه زندگی کنه. اما پس از مدرنیزاسیون حکومت محمد رضا شاه یه اتفاق مهم توی جامعه ایران میفته و اون هم پیدایش طبقه متوسط شهری. پیدایش این طبقه در کنار افزایش میزان سفرهای خارجی مردم، تسهیل مسیرهای ارتباطی و حتی شکلگیری ابزارها و بسترهای ارتباطات جمعی همه در کنار هم باعث شده که فقرا در دوران پس از مدرنیزاسیون درک بیشتر یا احساس نابرابری بیشتری نسبت به گذشته داشته باشن. چرا که در این حالت یک فقیر جامعه خودش رو صرفاً با کدخدا یا خان یا یک سپهبد ارتش مقایسه نمیکنه و این فاصله رو خیلی فاصله زیادی نمیبینه، بلکه خودش رو با
گروه‌های متوسط شهری با یک کارمند، با یک معلم، با یک استاد دانشگاه مقایسه میکنه. در گذشته در یک روستا یا در یک شهر نهایتاً یک، دو یا تعداد انگشت شماری از افراد اون جامعه دارای زندگی نرمال یا زندگی مرفهی بودن. یعنی تعداد کمی از آدم‌ها از زندگی خوب، ماشین خوب، خونه خوب بهره مند می‌شدن. اما شکل‌گیری این طبقه متوسط مهمترین کاری که انجام میده که تعداد این آدم‌ها در جامعه را افزایش میده. بنابراین یک فرد فقیر در جامعه دیگه احساس میکنه میتونه، یا بهتر بگیم به این فکر میکنه چرا در جای یکی از این افرادی که دارای زندگی بهتری نسبت به خودش هست نیست و نمیتونه مثل اون فرد خونه خوب، ماشین خوب و درآمد خوبی داشته باشه. رفیع‌پور معتقده همین به وجود اومدن ادراک، یا بهتر بگیم افزایش ادراک و احساس نابرابری در بین طبقات فرودست و پایین جامعه یکی از دلایل ایجاد شکاف‌های طبقاتی و در نهایت ایجاد تضاد اجتماعی در اون بره از جامعه ایران شده. همین شکاف طبقاتی و تضاد اجتماعی هم هست که باعث ایجاد یه سری نارضایتی‌هایی در سطوح مختلف جامعه شده. اما در عوض حکومت محمدرضا شاه منابع لازم برای رفع این حجم از نارضایتی تولید شده در جامعه را نداشته و خود این موضوع یکی از عواملی بوده که با وجود اینکه میزان سطح رفاه مردم در اون بره از مدرنیزاسیون در جامعه ایران بیشتر شده، اما همزمان میزان نارضایتی ها هم از وضعیت کنونی افزایش پیدا کرده. عامل دیگه ای که فرامرز رفیع‌پور رو دست میذاره ناتوانی حکومت محمدرضا شاه در پاسخ دادن به نارضایتی ها در سطح سیاسیه. رفیع‌پور به این موضوع اشاره میکنه که حکومت اساساً بسترهای نهادی و ساختاری لازم برای اینکه اصلاحاتی از طریق نارضایتی‌ها و مشکلات و مسائلی که مردم دارن رو بخواد انجام بده رو نداشته، بلکه پاسخش به این نارضایتی‌ها غالباً نوعی سرکوب و استفاده از نیروهای نظامی و اقدامات اطلاعاتی و امنیتی علیه مخالفان بوده. همین امر هم منجر می شده که نیروهای ناراضی کم کم تبدیل به کنشگران سیاسی بشن و اساساً نارضایتی ها در کنار هم تبدیل به مسائل و انباشتی از نارضایتی های حل نشده بشه. از سوی دیگه ایدئولوژی تشیع و نقش روح الله خمینی در رهبری این انقلاب نقش بسیار پررنگی در ناکارا کردن سرکوب ارتش و نیروهای امنیتی علیه نارضایتی ها و معترضان داشته. رفیع‌پور معتقد موج شهادت طلبی که توی اون بره تحت تاثیر ایدئولوژی تشیع در جامعه ایران به وجود میاد عملاً باعث این میشه که مردم دیگه ترسی در برابر سرکوب حکومت شاه نداشته باشن و همین ماجرا به این خیلی کمک میکنه که ارتش نتونه به اقدامات لازم برای سرکوب مخالفان دست بزنه و یا اگر اقداماتی هم در این زمینه صورت بگیره کارایی چندانی نداشته باشه. رفیع‌پور همچنین به این موضوع اشاره میکنه که این ایدئولوژی تشیع یا این موج شهادت طلبی صرفاً منحصر به گروه‌ها و اقشار مذهبی جامعه هم نبوده، بلکه حضور روشنفکرانی مثل علی شریعتی کمک بسیار زیادی به بسط این ایدئولوژی به اقشار و طبقات متوسط جامعه هم داشته. بنابراین سرکوب ناراضیان مذهبی صرفاً مسئله بغرنج حکومت شاه نبوده، بلکه این موج در بین گروه‌ها و نیروهای مختلف اجتماعی وجود داشته. همین موضوع هم هست که در نهایت منجر به ایجاد موج عظیم و فراگیری از گروه‌های مختلف در شکل دادن به انقلاب 57 در ایران میشه. در نهایت هم فرامرز رفیع‌پور به موضوع اشاره میکنه که این موضوع به نظر میرسه بیشتر مطلوب گروه‌های طرفدار محمدرضا شاه و حامیان حکومت پهلوی باشه. ایده‌ای که در طی اون این موضوع بیان میشه که حکومت محمدرضا شاه به خاطر عدم حمایت آمریکا، یا به بیان دیگه به خاطر حمایت آمریکا از انقلاب 57 بود که قدرت رو از دست داد. فرامرز رفیع‌پور هم تا حدودی با این ایده موافقه. البته اون معتقده که عوامل مختلفی در شکل دادن انقلاب 57 نقش داشتن و موجهای اولیه انقلاب توسط مردم شکل گرفته، اما به این اشاره میکنه که به نظر حکومت آمریکا و دولت جیمی کارتر چندان تمایلی به موندن حکومت محمدرضا شاه نداشتن.
حمایت محمد رضا شاه از فورد، رقیب انتخاباتی کارتر در انتخابات آمریکا، در کنار تلاش‌های محمد رضا جهت استقلال ایران و به ویژه تاثیرگذاری بر روی قیمت نفت در جهان، جزء عواملیه که از نظر فرامرز رفیع‌پور نقش زیادی بر عدم تمایل آمریکایی‌ها و دولت کارتر در حمایت از حکومت محمد رضا شاه داشته. همچنین در نهایت فرامرز رفیع‌پور به این موضوع هم اشاره میکنه که آمریکایی‌ها احتمالاً میدونستن که با فشاری که دارن به دولت محمد رضا میارن مبنی بر باز کردن فضای سیاسی در دوران کارتر، دارن به نوعی کمک میکنن به گروه‌های سیاسی مخالف شاه که علیه شاه در ایران انقلاب کنن. فرامرز رفیع‌پور در کنار مجموع عواملی که تا الان در مورد علل وقوع و رخ دادن انقلاب 57 برشمردن، به مجموعه‌ای از فرضیه‌ها و تئوری‌هایی هم اشاره میکنه که معتقد این تئوری‌ها نمیتونن دلیل وقوع انقلاب در ایران توضیح بدن. یکی از اون تئوری‌ها تئوری نقش فقر مطلق در وقوع انقلابه. به کمک آمار و اطلاعات و داده‌ها فرامرز رفیع‌پور تلاش میکنه نشون بده که جامعه ایران توی اون برهه نه تنها در وضعیت برنج از نظر فقر مطلق نبوده، بلکه در دوران حکومت محمد رضا وضعیت رو به بهبود بوده. پس بنابراین نمیتونه این در واقع عامل که جمعیت ایران بخش زیادیش در فقر مطلق بوده دلیل توضیح دهنده‌ای برای وقوع انقلاب باشه. در کنار اون با بررسی نقش دهقانان و روستاییان، این فرضیه که دهقانان و روستاییان در وقوع انقلاب‌ها نقش داشتن رو در مورد ایران رد میکنه و معتقده که دهقانان و روستاییان در طول رخداد انقلاب 57 نقش چندانی در وقوع و شکلگیری این پدیده نداشتن. همچنین رفیع‌پور نظریه اسکاچپول در مورد خلق انقلاب‌ها توسط رهبرها و قدرتی که رهبرها در خلق کردن انقلاب‌ها دارن رو رد میکنه و معتقد انقلاب‌ها رهبرهای خودشون رو میسازن و یا رهبر مناسب خودشون رو پیدا میکنن و اینطور نیستش که در واقع کنشگران بتونن خودشون با تبدیل شدن به رهبران انقلاب یک انقلاب رو شکل بدن و اون رو هدایت و سازماندهی کنن. در نهایت به نظر میرسه رفیع‌پور تونسته با توجه به اطلاعات و داده هایی که جمع آوری کرده تحلیل نسبتا واقع بینانه‌ای از دلایل وقوع انقلاب 57 تو ایران داشته باشه. دلایلی که بسیاری از اونها در بین سایر پژوهشگرانی که تا به امروز در موردشون در این کانال صحبت کردیم تطابق‌های زیادی وجود داره. به جز یک مورد از اونها و اون هم نقش آمریکا در وقوع انقلاب 57. اگر با من ویدیوی برژینسکی و دلایلی که اون در مورد انقلاب 57 ذکر میکنه رو بررسی کرده باشین، احتمالاً یادتون هست که اونجا برژینسکی خیلی تاکید میکنه و دلایل مختلف زیادی رو میاره و نشونه هایی رو در جهت تایید این موضوع که حکومت آمریکا و دولت جیمی کارتر تمایلی به وقوع انقلاب در ایران نداشتن. اما رفیع‌پور با در نظر نگرفتن یا نادیده گرفتن نظرات و ایده های افرادی مثل برژینسکی، دیدگاه خودش رو نسبت به چرایی عدم تمایل آمریکا به موندن حکومت شاه در ایران ارائه میده. از همین جهت به نظر میرسه این جزء مواردیه که مناقشه نسبتا زیادی در بین پژوهشگران وجود داره و فرامرز رفیع‌پور حداقل توی این مناقشه مشخص کرده که چه ایده‌ای داره و از چه فرضیه‌ای حمایت میکنه. خب خیلی ممنونم که تا اینجا ویدیو همراه من بودید و امیدوارم که با یکی دیگه از مجموعه ویدیوهای داستانی یک انقلاب در آینده در خدمت شما باشم. متشکرم.